مؤمن رو کسی میدانیم که به امام زمانش مؤمن باشد. آقای حبیب ابن مظاهر اسدی مؤمنه، مسلم ابن اوسجه مؤمنه، بریر، زهیر، اینا مؤمن شدن. چرا؟ چون ایمان به آقا سید الشهدا آوردن، چون ایمان بعد ایمان همچون امام. پس بنابراین مؤمن کسیست که اینا تو کربلا 30,000 نفر جمع شدن در مقابل امام حسین. 30,000 نفر، این عدد کمشه که نقل کردن. عجیبه واقعا وقتی آدم میبینه. روز عاشوراشو برات بگم، بعد شهادت امام حسین میگم هم یه مقدار از شهادت. می نویسن که بعد از شهادت که برات گفتم که عمر سعد که خدا او رو لعنتش کند دستور داد خیمه های حضرت آتش بزن. وقتی که خیمه ها رو آتش زدن این بچه ها بیرون دویدن. خب شنیدید یکی از این دختر بچه ها، دخترای آقا سید الشهدا کوچیکه، میگد که من نگاه کردم دیدم که یه نفر داره میره اون طرف، فرار کردم. دوون یه وقت دیدم که آمد با این ته به اصطلاح نیزش گذاشت پشت کتف من. دختر بچه 7-8 ساله، این مال نیزه زدن بهشه. خب گفت اومد جلو، گوشواره های منو چنان کند که گوشت تمام این گوش من تمام خونالود شد. نگاش کردم دیدم داره گریه میکنه. کی؟ همینی که این کارو کرده. گفتمش ای دشمن خدا، خدا تو رو لعنتت کنه، چرا گریه میکنی؟ میدونید چی گفت؟ حالا خوب گوش کنید. گفتش که گریم برای خاطر این که شما دختران پیغمبرید و من با شما این کارو میکنم. گفتم اگر دختران پیغمبری پس چرا این کارو میکنی؟ گفت آخه اگه من نبرم یکی دیگه میاد میبره. تو رو حضرت عباس نگاه کن. چی فکر میکرد؟ شما قیاه کردین اینا چی هن؟ اینا کفارن. امام حسین فرمود اینا بندگان شیطان شدن. بذار اسلام باشه، بذار روز عاشورا عمر سعد باشه نماز بخونه، چه دردش؟ تو امامت رها کردی، تو بر علیه امامت شدی. بکنه خیلی هستن الان در دار دنیا. شما ببینید خیلی ادعای اسلام میکنن. اونی که بایستی به مرحله ایمان برسد ایمانه. نوشتن، گفتم بهتون من دل ندارم مصیبت باز بخورم، اشاره میکنم برای شاهد که وقتی اون لحظه اخیری که آقا سید الشهدا روی زمین افتادن، خولی وقتی که آمد که اون کار بزرگ رو بکند که میدانید دست و پاش لرزید، چشمش افتاد به چشم آقا سید الشهدا، گفت که انه پیغمبر رو دارم میبینم. گفت که انه دارم پیغمبر رو میبینم. گفت میدانم این جدش پیغمبره، من این کارو نمیکنم. خوب گوش کنی. خب ای نان جیب، تو میدونی جدش پیغمبره و آمدی؟ وقت شمر چی کار کرد؟ شمر وقتی که آمد اون کار رو بکند گفت میکشم تو را. خوب حواست به من باشه. گفت میکشم تو را و میدانم که پدرت امیر المؤمنین و جدت پیغمبر. میدونستن اینا، میدونست. امروز بود یا دیروز وقتی که این بدنها روی زمین بود، امروز دستور داد عمر سعد که بدنهای اصحابش رو دفن کنن. موند رو زمین این بدنهای طاهرینی که روی زمین موند، امام حسین و اصحابش. عمه سادات یه وقت یه نگاهی کردم که خیره خیره نگاه میکرد،
یهو بیبی سرشونو برگردوندن، یه نگاهی به چهره امام سجاد کردن، دیدن رنگ به روی امام سجاد نمونده. الان حضرت از دار دنیا بره، صدا زدن پسر برادرم چرا داری با جانت بازی میکنی؟ حواست با منه؟ یه وقت امام سجاد صدا زده عمه جان به من میگید چرا با جانم بازی میکنم؟ اینها بدنهاشون رو دفن کردن، بدن عزیز فاطمه روی زمین. میگید چرا؟ همچی که این بدنها بود. یه وقت نگاه کردن دیدن یک کبوتری آمد. مرحوم علامه مجلسی خدا رحمتش کند نقل میکنه تو بهار، میگه همین امروز یا دیروز بود یه پرنده ای آمد. همه حیوانات میدونن پرنده آمد کنار بدن آقا سید الشهدا، این بالش به خون حضرت آقا چه کرد؟ بلند شد پرواز کرد، هی نوحه می کرد به این پرنده ها که رسید، صدا زد به زبان هانش به این پرنده ها، نوشتن صدا زد آی پرنده ها شما راحتید اینجا، اما پسر عزیز فاطمه روی زمین بدنش مونده. پرنده همشون اومدن امروز کربلا، دور این بدن ها میگشتن، ناله میزدن، عزاداری میکردن. اگه شب 11 نبود نمیخوندم. بیبی ام کلثوم میفرماید اومدم کنار نعش برادر، همچین که کنار اون نازنین بدن بودم، یه وقت دیدم هودجایی دارد آسمون میاد. هودج اولو دیدم جدم پیغمبر و انبیا. خوشا به حالتون. هودج دومو دیدم پدرم علیه با امام حسن. هودج سوم اومد دیدم مادرم فاطمه. آخ دیدم زنا دور مادرم رو گرفتن، هی مادرم میگه غریب مادر روزه. میگه یه وقت دیدم برادرم امام حسین به اذن پروردگار سر به بدنش ملحق شد، نشست سلام به پیغمبر و بابا و مادر و برادر. این شب شبای روزه است، تموم شد دیگه. صدا زد مادر نبودی کربلا ببینی، جوونام و قلم روی زمین افتاد. آق یه وقت صدا زد مادر ببین
شتربان با من چه کار کرده، دست و انگشت منو قطع کرده. آخ یه وقت بیبی نگاهی کرد، صدا زد بابا یا رسول الله اجازه میدید که سوالمو به خونه حسینم رنگین کنم. زمزمه کنیم امشب. واه ای پیغمبرم فرمودن دخترم من و علی و حسنم ما زمان اونو غذاب میکن. بارکالله امشب زمزمه کن دیگه. آی مال دیشب بود اما امروز رو برات بگم روز یاد. این لین عمر زد گفت این سرا را به نیزه بزن. آخ جلو جلو برن قرار شد امروز اسرا را ببرن. من میگم تو داد بزن گریه کن. شترها رو آوردن نه چیزی داره روش بندازن. کی سوار کنه؟ عمر زد به لشگرش گفت برید زنها رو سوار کنید. عمه زاداد یه وقت صدا زد ای نانجیب دخترای پیغمبر رو کی میخواد سوار؟ آخ این شترها رو می نشاندن. عمه زاداد این زن و بچه رو سوار کرد. آخ دید کسی نیست خودش رو سوار. آخ یه نگاهی کرد سمت فرات صدا زد عباسم بلند شو گارد سوار. آخ علی اکبر بلند شو عمر سوار. سوار شدن یه وقت دیدن این شترها این گردناشونو نزدیک هم آوردن. گفتن چه خبره؟ من میگم تو گریه کن. اومدن به امام سجاد گفتن آجان این شترها سراشونو به هم نزدیک کردن. حضرت فرمود این شترها دارن به هم میگن ما آهسته را بریم بچه ها زمین نخورن. آخ این شترها بلند شد. آخ بیبی نگاهی به اون نازنین بدن کرد. صدا زد ای زمین کربلا جان تو جان حضور. ای نازنین بدن میروم به خدا میزبارم. ای
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبا ينقلبون. خیز از جا خواهرت از ره رسیده یا حسین. خیز از جا خواهرت از ره رسیده یا حسین. آمده گوید برایت آنچه دیده یا حسین. بعد از آن که رأس پا که تو شد از پیکر جدا، یک سهل رنج و بلا بر من رسیده یا حسین. چون که تیر